سلام دوستان، امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه. میخوایم ماهی درست کنیم با خمیر کلی. یه ذره از رنگ دوست دارید و برمیدارید. من برداشتم اونجا گذاشتم. یه ذره از رنگ دوست دارید و برمیدارید و نرمش میکنید، مثل دایره پهنش میکنید. این کمه، زیادش میکنم. اگه به اندازه، اگه نمیدونید چقدره، زیاد بریزید، چون که اگه بازم اگه اضافه اومد میتونید بذارید توش. خب اینا هم از این که پهنش میکنم، تر اینو روش پیاده میکنم. البته ایو تر اینو روش پیاده میکنم. خب یک گردالی نشد. یک گردالی اینم از این و یه پای ماهی. چرا نمیشه؟ گردش میکنم. خب این چاقو خوب نیست. چاقو این جعبه رو گم کردم. بعد نمیدونم دیگه، چون این اصلا خوب نیست، نازکه. من فکر کنم دیگه نصفش رو تونستم. خب شبیه شد. بذارم از این بر میدارم، تاش میکنم. خب اینم از این. زیاد قشنگ نشد ولی بدم نشد. خب صافش میکنم. اینم از این. خب اینو میذارم سر جاش واسه اینکه خشک نشه. حالا 3 تا رنگی که بهش بخوره، 3 تا رنگی که بهش بخوره من اینو برمیدارم و دیگه قرمز که ندارم. این و این یکیه. بله دیگه چی؟ میخوام ببینم خشک نشده. نه. خب اینم از من میدارم. انا از قرمز یه تیکه کوچولو برمیدارم، مثلا اینقدر. بعد یه چند گردالی باش درست میکنم، گردالی کوچیک معمولا، واسه اینکه قشنگ‌تر بشه. من احساس میکنم یه ذره زشت شده. اینا دوباره. خب الان بهتر شد. نه ببینم این ذره بیارمش اینجا. الان بهتر شد، الان عالی شد. خب قرمزم کمی سفته ولی اوکی. یه گردالی کوچیک گردش میمونم، میذارم اینجا. خب ببینید اینجا باید باشه دیگه،
اینجا جای چشمش نذارید. نه نکنید. یه گردالی دیگه با کرم میذارم اینجا. همین کار رو میکنید تا انقدر میکنید تموم بشه. به ترتیبم باشه که بهتره. خب حالا این چی سفیده یا کرمه؟ گفتم سفید زدم. خب با میزنیم اینم. آخرش هم یه مشکی فقط نیاز داریم. ردیف دوم 1 2 3 4 ردیف این تو شده. یا پیغمبر. من یه کوچولو از این بردارم یه بزنم خشک نشه. خب 2 ردیف شده فعلا. با قرمز درسته دیگه. آره با قرمز بردارم. بزنم خیلی گنده است. کوچکش میکنم برمیدارم میزنم سر جاش. بعد اون رنگی صورتی بزنم کنارش، بزنم کنارش و بزنم کنارش. اینم از این. و یه کوچولو این روش بذارم. اینها اینم از این. و یه مشکی برمیدارم. مشکی و سفید. سفید من تموم شده ولی دارم بازم. اینجا نمیسی. خب سفید بردارید. یه تیکه خیلی 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 ریز بردارید. این هم الان درشته. این عالیه. و سفید پرنده‌شون رو میبندید. مشکی رو بردارید. مشکی رو میذارید گردش میکنید اینطوری میذارید روی این و سفید هم میذارید روی یه ذره واسه من چیزش گنده شد ولی ناز شد. این اولین ویدیویی بود که با خمیر کلی درست میکردم و میخوام بازم ادامه بدم. لطفا دنبالم کنید تا ویدیوی بعد. خدا یار نگهدار.